یه عده‌ای خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنن. این خب معلومه این بودجه خزانه‌داری انگلیسه. این بودجه این شیعه انگلیسی است. هیچ کس خیال نکند که گسترش شیعه و اعتقاد تشیع و استحکام ایمان شیعی به این بد و بیرا گفتن و به این حرف زدن. نه خیر، اینا عکس عمل میکنه. وقتی شما بد و بیرا گفتید، او یک حصاری دورش کشیده میشه از عصبانیت، از احساسات. او دیگه حرف حق هم براش قابل تحمل نیست. نه، ما حرف حسابی خیلی داریم، حرف منطقی خیلی داریم، حرفهایی که هر کسی که صاحب فکر است اگر بشنود اونها را قبول میکنه خیلی داریم. بگذارید این حرفا شنیده بشه، بگذارید این حرفا امکان نفوذ در دلهای طرف مقابل پیدا کنه. وقتی شما فحش دادی، وقتی بد و بیرا گفتی، خب اصلا یک سدی کشیده میشود، این حرف اصلا شنیده نمیشه، گوش نمیکنن. اون وقت گروه های خبیث و وابسته و مزدور و پول بگیر از آمریکا و سیا و انتلیجنس سرویس مثل داعش و جبهت النصره و امثال اینها، با استفاده از یه مش آدمای عامی نادان غافل این اوضاع رو به راه میاندازن که ملاحظه کردید در عراق و در سوریه و در جاهای دیگر به راه انداختن. این کار دشمنه. دشمن منتظر فرصت است، از هر فرصتی دشمن استفاده میکنه. نه، ما حرف حق داریم، حرف منطقی داریم، حرف محکم داریم.